خب رکتک رو میتونیم تعریف بکنیم به کلیه فناوری هایی که برای اجرای لوازم و ملزومات قانونی مورد استفاده قرار میگیرن، هم برای اجرای قانون و هم برای نظارت بر اجرای قانون. اگر ما از فناوری ها استفاده بکنیم در واقع تحت عنوان رکتک نامیده میشود. رکتک فناوری هایی است که در واقع نظارت رو تسریع میکنه، کاهش هزینه ها رو در پی دارد و سبب میشود که دخالت های انسانی کاهش پیدا بکند و یا حذف بشود. بنابراین میتونیم بگیم رکتک در واقع اصلی ترین محل پیوند حقوق و مهندسی است، یعنی بالاترین سطح تلاقی ارتباط بین حقوق و مهندسی در رکتک اتفاق. رکتک در تمام ساحت‌های چرخه انطباق میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی هم در بحث طراحی، هم در بحث اجرا، هم بحث نظارت و هم بحث گزارش دادن ما میتونیم از فناوری‌های نظارتی استفاده بکنیم. اون زمانی که رکتک و فناوری‌ها از سوی فعالان استفاده میشه تحت همین عنوان رکتک توی متون ازش نام میبرن، و زمانی که فناوری‌ها از سوی مراجع نظارتی مورد استفاده قرار میگیره به اصطلاح سابتک در واقع در متون ازش نام میبرن، که هر دو در واقع کارکردهای دوگانه‌ای است که برای فناوری‌ها ازش استفاده میشه. بر اساس سالهای استفاده از رکتک یک تقسیم بندی بین نسل‌های مختلف رکتک اتفاق افتاده. حالا من سریع ازش میگذرم. نسل اول که در واقع تا سال 2008 بود، بیشتر مبادلات معظم مالی که بر اساس اکسچنج بود رو در واقع مد نظر قرار میداد، تلاش میکرد داده ها رو کمی بکنه. نسل دوم هم بحث مربوط به تسهیل انطباق و هم تسهیل نظارت رو مد نظر قرار میداد، و نسل سوم که در واقع نشانه‌هایی از شکل‌گیریش الان در حال حاضر وجود داره و دورنمای آینده رو به اصطلاح مشخص میکنه، تاکید بر داده است، بر تحلیل داده است. در نسل سوم که همونطوری که عرض کردم در واقع نمای آینده استفاده از فناوری‌های نظارتی است، ما رکتک رو دیگه فقط به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار نمیدیم، بلکه رکتک مفاهیم جدیدی رو به وجود میآورد که تا قبل از استفاده از فناوری‌های مالی وجود نداشته است. نظارت بلادرنگ یکی از این ریل تایم سوپرویژن، یکی از این اصطلاحاتی است که در واقع ایجاد شده است. نظارت پیشنگر به جای نظارت واکنشی، بحث‌های رگولیتوری سند باکس ها، اینا اصطلاحاتی است که در واقع پیشتر وجود نداشته و رکتک فراتر از ابزارگرایی در واقع اونها رو مورد استفاده قرار داده که حالا هر کدوم بحث‌های مفصلی داره. به صورت خیلی خلاصه عرض می‌کنم فناوری‌هایی که در رکتک مورد استفاده قرار گرفته، اول بیگ دیتا هست، کلان داده‌ها، در واقع حجم وسیعی از داده‌ها، داده‌های متنوع و داده‌هایی که رو به فزونی هستند در فناوری‌های نظارتی مورد توجه قرار می‌گیرن. ما با پردازش کامپیوتری یا رایانش کامپیوتری و ابری می‌توانیم در واقع این داده‌ها رو تحلیل بکنیم بدون اینکه نیاز به یک سرور مرکزی وجود داشته باشد. می‌تونیم در واقع میان این داده‌ها یک معنایی رو به وجود بیاوریم و همونطوری که عرض خواهم کرد مثلا مدل‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک رو در رمز ارزها شناسایی بکنیم. از بحث مربوط به یادگیری ماشین می‌تونیم استفاده بکنیم و الگوهایی که تکرار شونده هست بر اساس مباحث مربوط به تحلیل متون، حتی در مواردی بحث‌های چهره و اینها رو هم می‌تونیم استفاده بکنیم و از این نظر هم بدون نیاز به یک دیتابیس مرکزی رکتک این توانمندی رو در اختیار ما قرار می‌دهد. بحث پردازش زبان طبیعی یا NLP هم در واقع در رکتک ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما توان این رو داریم که با استفاده از فناوری‌های نظارتی متون یا داده‌هایی که به ظاهر ساختارمند نیستند، به ظاهر منسجم نیستند رو هم مورد تحلیل قرار بدیم و برای شناسایی الگوهای مشکوک در واقع ازش استفاده بکنیم. همونطوری که عرض کردم دامنه‌ها و کاربردهایی که زمینه‌های استفاده از فناوری‌های مالی متعدد است. بحث کامپلیانس و انطباق رو عرض کردم. در واقع مزیتی که رکتک تو این زمینه ایجاد می‌کند ایجاد یک داینامیک کامپلیانس هست، یک انطباق پویا هست. اگر فناوری‌های نظارتی به درستی مورد استفاده قرار بگیرن، ضوابط و مقررات قانونی که مکرراً تغییر پیدا می‌کنن همچنان مورد متابعت قرار می‌گیرن. از این نظر فعالان خیلی میتونن از رکتک استفاده بکنن. ما بحث مربوط به کنترل و مدیریت هویت رو، بحث شناسایی مشتری رو، بحث‌های مربوط به پیگیری الگوهای متقلبانه رو، بحث‌های مقابله با الگوهای مبتنی بر پولشویی و تامین مالی تروریسم رو و به صورت کلی موضوعاتی که مثلا شما در FATF می‌بینید که به عنوان الزاماتی مطرح می‌شود. البته الزام نیست، عملاً الزام عملی دارد، الزام حقوقی نداره. اونها رو میتونیم در واقع از این طریق تسهیل بکنیم اجراش رو. گزارش‌های نظارتی بسیار خوبی میتونیم با استفاده از فناوری‌های نظارتی استفاده بکنیم. هم این گزارش‌ها کارکرد درون سازمانی دارند برای اینکه خود فعالان بدونن که در واقع وضعیتشون از نظر مطابقت با ضوابط چطوری هست، هم کارکرد برون سازمانی دارن. دقت بالا میره، سرعت بالا میره، هزینه‌ها کاهش پیدا میکنه، مداخلات انسانی کم میشه و شاید مهمترین و اصلی ترین کارکردی که رکتک برای فناوری‌های مالی و به صورت کلی یا به صورت رمز ارز به صورت خاص ایجاد میکنه بحث اعتبار سنجی است. بزرگواران الان در کشورهای مثل
توی امریکا داره این اتفاق میفته با استفاده از فناوری‌های نظارتی. مثلا میگم تمام کنشگری افراد در سوشیال مدیا مورد بررسی قرار میگیره. توی بحث‌های اعطای وام بررسی میشه که این فرد در مثلا اینستاگرام خودش چه پست‌هایی میذاره، چه چیزایی لایک میکنه، آیا این فرد در مقام تایید هنجارهای اجتماع است یا یک نوع آنارشیسم رو داره تبلیغ میکنه. اینا ریسک فرد رو بالا میبره. خب اینا ابزارهای فناورانه میخواد. قبل از این در واقع به راحتی امکان پذیر نبوده. عرض میکنم که ریکتک این مزیت رو دارد و این زمینه رو برای ما فراهم کرده. خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، مدیریت ریسک، فرایندش، پردازشش در بحث مربوط به ریکتک ها تقویت میشود. دقت نظر در گزارش هایی که ما برای بحث های نظارتی داریم افزایش پیدا میکند. میتونیم از سیستم های هشدار استفاده بکنیم، میتوانیم بازار رو مورد تحلیل قرار بدیم و بسیار بسیار مزیت مهمی که ریکتک دارد این است که ما میتوانیم به شکل پیش دستانه، به شکل تخمینگر اقدام بکنیم، نه اینکه به شکل واکنشی. هم بتوانیم الگوهای کلی بازار رو در واقع تحلیل بکنیم، هم متناسب با اون الگوهای بازار بتوانیم راهکار متناسب رو ایجاد بکنیم. تمام نکاتی که من عرض کردم در مورد کریپتوکارنسی ها و کارکرد ریکتک تو کریپتوکارنسی ها هم صادق است. اولین مزیتی که دارد این است که ریکتک یک ماهیت فناورانه است، کریپتوکارنسی هم یک ماهیت فناورانه است. مکرر از صبح خدمت شما عرض شد که ماهیت غیر متمرکز کریپتوکارنسی ها در واقع ویژگی ذاتی و ماهوی رمز ارزهاست. حتما نمیشه با روش‌های سنتی حقوقی و قانونی با اینها مقابله کرد. حتما باید از روش‌های نوین استفاده بشه. از خود ظرفیت‌های بلاک چین و تحلیل داده و تعاملات بین‌المللی و اینها به خوبی میشه در بحث ریکتک استفاده کرد. ما می‌توانیم الگوهای معاملات مشکوک رو با استفاده از ریکتک تعریف کنیم. به راحتی از نظر فنی قابلیت پیاده سازی عرض کردم، مثلا دستورالعمل‌های FATF در مورد رمز ارزها قابل پیاده سازی هست. ما می توانیم بلاک چین آلینس رو به وجود بیاوریم، به خصوص در اتحادیه‌های مثل همین بریکس میشه از این روش استفاده کرد. یه نکته‌ای که ریکتک خیلی میتونه خلأ رو جبران بکنه این است که ما بیس پرکتیسز توی کریپتوکارنسی نداریم. ما یک مبنای سنجش، یک رفتار متعارف، یک ضوابط قابل انطباق و استاندارد نداریم که افراد و شهروندان بتونن در واقع کریپتوکارنسی که میخوان استفاده بکنن رو با اونها بسنجن. ریکتک میتونه این کارو بکنه. ما از نظر ضوابط حقوقی با استفاده از کارکردهای حقوق نرم میتوانیم در واقع همچین اتحادیه‌هایی و همچین ضوابطی رو به وجود بیاوریم و اعلام بکنیم که چه کریپتوکارنسی هایی از نظر ما معتبر است. الزاما کریپتوکارنسی تبدیل نمیشه به فیات، اما حتما تو رغبت استفاده یا عدم استفاده از کریپتوکارنسی این مهمه که یک نظام حقوقی اعلام بکند، یک کشوری اعلام بکند که این کریپتوکارنسی در واقع مثلا از نظر من معتبر است. شفافیت نظارتی که دیگر از مزیت‌هایی است که در واقع ریکتک به وجود می‌آورد و نهایتاً یک بحث حقوقی که وجود دارد تو بحث تعارض قوانین است. ما تو فعالیت‌های تجارت بین‌الملل که به خصوص فناوری‌های مالی در رأسش قرار می‌گیره همیشه یک چالشی داریم و اون چالش این است که این فعالیت‌ها تابع قانون کدام کشور است. اگر اختلافی مطرح بشود تابع قانون کدام کشور است و اختلاف رو باید طبق قانون کدام کشور حل کرد. ریکتک به ما میتونه مؤلفه‌های مرتبط رو که در حقوق تحت عنوان نظریه نزدیکترین ارتباط هست، حالا بحث مفصلی داره، این رو برای ما در واقع تدوین بکند و احراز بکند. من در پایان اولا عذرخواهی میکنم، مجبور شدم سریع حرف بزنم، زمان گذشته. در پایان یک نکته هم عرض بکنم. از امروز، یعنی امروز صبح به خصوص خیلی به درستی تاکید شد روی اینکه مباحث قانونی و نظام حقوقی ایران تو بحث‌های فناوری‌های مالی و حالا کریپتو عقب هست. من یه نکته جسارتاً عرض بکنم به عنوان دانشجوی حقوق. شرط کارآمدی نظام حقوقی ماهیت شناسی، موضوع شناسی. حقوق تا وقتی موضوعات و پدیده‌ها رو نشناسد نمیتونه راه حل درستی بده. بنده یک کتابی تالیف کردم، حقوق فناوری‌های مالی، که به زودی انشالله چاپ بشه. در زمان تدوین این کتاب چندین و چند دستورالعمل از طرف دولت و نهادهای مختلف درباره همین رمز ارزها به وجود اومد. نشان دهنده اینه که شناخت وجود نداره. اصلا نمیدونیم اینا چی هستن، کارکردشون چیه که بخوایم تنظیم گری بکنیم. حالا من این نکته رو اینجا عرض می‌کنم انشالله که منشأ خیر بشود. امیدوارم انشالله تقریبا تا یکی دو ماه دیگه یک تقاضایی برای آغاز به کار رشته حقوق فناوری‌های مالی در مقطع کارشناسی ارشد به وزارت علوم ارائه بشه. امیدوارم که شورای گسترش با روشنبینی حمایت بکنه و ما در ایران این رشته رو در مقطع ارشد داشته باشیم. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید.